لایک رفت، ولی هر 10 تا لایک شما عشق کنی یه اتفاق خیلی رندوم میفته، مثل اومدن دراگون یا فول ندرایتی شدن. و بچه اولین کار که میکنیم بریم چوب بزنیم، وسیله مورد نیاز. ویلیج، همین اول کار اگه بتونیم ویلیج پیدا کنیم خیلی خوبه. اول بذارید چوب بزنم. پشمام اینقدر سری لایک کردید، دمتون گرم. ببین کی اینجا. وسیله اون یه جورایی اوکی شد. تیر کمونمون خب تیر نره، باید تیر براش بذاریم. تلپورت شدم. اینجا هم دوباره ویلیجه. کرافتینگ تیبل اگه بتونم درست کنم عالی میشه. TNT هدف اونم به دست آوردن دایمنده. TNT ببین. آره همینو بگیریم بریم پایین. دوره تلپورتمون کرد. بچا دمتون گرم که لایک میکنید. خیلی بهم انرژی میدید. آدم خور لایک کردید بچا. آی بیبی زامبی بمیر. عشقای من اگه همین الان چنلمو ساب کنید که من زودتر به 1000 تا و به آرزوی 100 تا شدنم برسم، همین الان یه دایمند خوشمزه بهم میده. تلپورتم کرد. به نظرتون ویلیج کدوم بریه بچا؟ اونایی که میگن ویلیج این وره لایک کنن، اونایی هم که میگن اون وره کامنت بذارن، اونایی هم که میگن اون وره ویدیو رو برای رفیقاشون بفرستن، اونایی هم که میگن این وره ساب کنن. امیدوارم این ور که سابه. پشمام شمشیر دایمندی بچا دمتون گرم که لایک میکنید. شب شده هنوز ویلیج رو پیدا نکردم. بچا به نظرتون شمشیرم قبوله دیگه؟ ای وای TNT فراکو نه